با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان خوبم. رسیدیم به جلسه دهم از دوره جامع آموزش تجوید و در این جلسه مروری خواهیم داشت بر تلفظ حروف حلقی، آنچه که در جلسات گذشته یاد گرفتیم. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. خب همینطور که در جلسات گذشته خدمتون عرض کردم، ما 6 حرف داریم که محل ادای اونها حلق هستش و میخوایم 6 تا حرف رو با هم دیگه مرور بکنیم. خب همینطور که در تصویر مشاهده میکنید 2 حرف در ابتدای حلق تلفظ میشن که حرف در واقع غین و حرف خا هستش. 2 حرف از وسط حلق که حرف عین و حرف حا و 2 حرف هم از انتهای حلق که حرف همزه و هی دو چشم هستش. خب حرف ح گفتیم که با گرفتگی ادا میشه و باید یه خورده براش تلاش بکنیم، به راحتی اون رو همچون حرف هی دو چشم تلفظ نکنیم. دقیقا نقطه مقابلش حرف هی دو چشم هست که گفتیم خیلی نرم و راحت ادا میشه همانند فارسی و یه خورده نفس میدیم بیرون. اما حرف ح جیمی غلیظ هستش. خب عبارت رو براتون میخونم، دقت بفرمایید. وهو القاهر فوق عبادی وهو الحکیم الخبیر. خب همینطور که دقت کردید اینجا حرف ح، اینجا حرف ه دو چشمی و هو یکم نفس میدم بیرون و هو الحکیم. حکیم حتما دقت کنید که قشنگ این حرف ادا بشه و به راحتی ازش عبور نکنید. یه بار دیگه میخونم، این بار باز به صورت ترتیل و انشالله دقت بفرمایید. وهو القاهر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. دقت بکنید اینجا هم باز حرف ه دو چشم و هو حرف ح هم دیگه خیلی غلیظ نشه به طوری که در اون حرف خ بخواد شنیده بشه. مطلب بعدی حرف همزه بود. گفتیم حرف همزه تیز ادا می شد. یک صفتی داشت به نام صفت نبره، صفت اختصاصی در واقع حرف همزه بود و محل اداش هم انتهای حلق. حرف عین باز با چرخش در گلو، گفتیم صوت در هنگام تلفظش باید ادامه داشته باشه و محل ادای اون هم که وسط حلق بود. مثال رو با هم دیگه بخونیم. اذا متنا و كنا ترابا ذلك رجع بعید. باز اینجا هم اذا نباید بخونم ایذا، بعضی اینجوری تسهیلش میکنم میگن ایذا، غلطه. ایذا قشنگ اون تیزی باید شنیده بشه. اینجا هم راجع بعید قشنگ داخل گلو به چرخه. برای حرف عین هم باید وقت بذارید و به راحتی ازش عبور نکنید، نگید بعید. خب حرف بعدی حرف خا بود که خب ساده هست، من مثالی براش نیاوردم، همانند فارسی است. حالا یک نکات ریزی داره که انشالله در ادامه در درس‌های بعدی خدمتون خواهم گفت در بحث صفات حروف. و حرف غین هم که گفتیم که صوت در اون ادامه داره. اگر یادتون باشه گفتم اگر قبل از حرف غین من یک در واقع بیارم، این به این حالت خونده میشه اغ. ببینید داره صفت رخوت هست و صوت هم در اون کمی ادامه داره. اغ نباید بشه اق، به این حالت نباید باشه، چون اگر این حالت تلفظ بکنیم دیگه در واقع آمدیم و قاف رو تلفظ کردیم. خب حالا مثالش رو هم با هم دیگه بخونیم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. اینجا هم شد
غیب السماوات. ببین غیبه، چون گفتیم غین وقتی بالاش باشه به سمت آی کوتاه میخونیم. غیبه. اینجا هم یعلم غیبه، هر دو با کشیدگی. این الله یعلم غیب السماوات. خب درس ما همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر کانال رو تا این لحظه دنبال نکردید این کار رو انجام بدید و کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی منتشر میکنم از اون مطلع بشید. دعای پایانیمون: خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.